دنباش هسکرین سینمایی درباره علی فیلم کج ایرانیه کجا عالی در هنر ایرانی آشکار فهراتی و هاتیه چیکرن. فیلم دو سال 2009 هاتیه چیکرن. درباره علی وقت برهمه که درام و راگشی درد که و پیش جاو. دو تا کلمه. دومی. کلمه دومیش. بگو ما. دی چیروکا فیلمی دا هنک حوال وطنه داوی هاوتی دا کم دبنه مالک پراوی کم دبنه مالک لبر بهرا هزاره. چیکار کنیم؟ رای بگیریم دیگه. بگیریم. علی خانم شما چی میگید؟ تمیز کردنش با من. خب تو چی شوره؟ او حوالانه وقتی خوابی که خوش دروازی کن لیبالی بویرین ریزار ایکود دما بطنه دا تقاومن تکیلی بالکش آشکارا دیکن. دوی فیلمی دا دناو رخنگیرین سینمایی جهان دا در هنری آشکار فهراتی و نویساندن سناریویی و به تایبتی پاتنه کندن. فیلم تکیلی مروباهی و پیوان جواکی دنرخینه ده همان دمیدا آواهی جواکی و چاندی یا ایران جی نشان بده. او فیلم وکه برهمه که گرینگ آسینما ایرانه دیدیتن و لجهان تی ناس کرن. درباره علی دو فستیوال ناونتوی و مراسم خلطداین دا سرکتنک مزن به دست خستیه و هیزا سینما ایرانه لقادا ناونتوی نشان داده. مجار سرکه یا فیلم اباوت علی دی یک جی دیالوگ هن سرکه ین فیلم دا به زرالیتی تا دیار کرن. تمام فیلمی به دوی قرکتر سرکه احمد و حتی گوتن داوی اخراب جی بهیویتیا بداوی چیتره. خب یعنی چی؟ یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. احمد به گوتنه تمام فیلم جی کرد دینی تا زمان. بله سپاس بو گدار کنه و هیویدارم و بشوی شروعی بچن فیلم تماشا بکن. دنباش هسکرین سینما.